سلام میرسانیم دوستان عزیزی ما. السلام علیکم بیننده های شبکه شهنام. من امروز ما آمدیم به طرابخانه سمرقند قندمند که تاریخ آن و آن مناره های سمرقند برابر است. امروز ما مادر مهربان را که چشمه مهر و محبت چشمه صداقت هستند، امروز زلفیایتی را تبریک میگیم از نام ماهچهرایتی، از نام نبره شیرینشان ابرامبک و آن لحظه های پر از احساسات را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، آنها انتظار هستند. رفتیم. سلامی که دلم را با نور و پی بستی، سلامی که زندگی از تجلد زیباست، سلامی که سکوتت سکوتی کوکب هاست، سلامی که نوایت نوایی باران هاست. سلام و درود خود را به هر یکی شما عزیزان میرسانیم. پیش از همه با آمدی نوروز عجم شما سمرقندیان عزیز را صمیمانه از نام کمپانی شهنان صدقاً تبریک میگویم. بگذار نوروزی آمده ایستاده به خانواده هر یکی ما شکوه و شهامتی زندگی را بیارد. من امروز باعث سرجمی ما در این طرابخانه پرشکوه سمرقند برای تبریک کردن مادر مهربان زلفیایتی آمدیم. اگر بی‌ملال باشه بگن تا قرصک میزنیم زلفیایتی به صحنه تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم مادر عزیز، با اولاد خجستتان را مبارک باد میگویم. امروز زاد روزتان مبارک. امروز در این روزهای اولین بهاری، در این کیفیتی اعلی در زنده شوی بهار، امروز شما جشن زاد روز دارید، با اولاد خجسته دارید. حاضر دخترکان عزیز فرزندان شخصا ماهچهرایتی گفتند که یک تا شوخی پرسید کنی مادر من امروز چند ساله شده که باشند؟ امروز نه چند ساله شده؟ نه حالی 19 ساله گفته که تا قرصک زنیم کنی. امروز روز خرسندیشان است. امروز بازمتان مبارک. امروز مولود خجستتان را صمیمانه مبارک باد میگویم. از نام خواهر نازنین ماهچهرایتی، از نام ابرام جان شما را تبریک میگویم. خواهر عزیزم تا آمدن برای من گفتند که مادر مهربان من برای من تاج سری طلایی من هستند. بسیار دوست می‌دارم. از خردی تا حال از هیچ کس کم نکرده ما را با وای رساندند. رحمت برای مهنت و زحمت هایشان، رحمت برای بودنشان. من از هیچ کس کم نیستم. من در روی دنیا و سمرقند از همه انسانی بای هستم که در سر چنین مادری دعاگوی دارم. دوست می‌دارم مادر مهربانم. امروز روزی خرسندیشان است، امروز روزی زادروزشان است. میخواهم که برای انسانیت گفتن از همه پیش سلامتی بوده است. برای مادرم میخواهم عمری درازی سعدیانه را، کیفیتی خوشچقچقی خیامانه را تمنا میکنم. میخواستم مانند گلهای بهاری همیشه شکوفان و سرسبز و خرم شده گردند، در سر ما تاجی سر شده گردند و برایشان یک شعری زیبا هست همنا خوانده تید نگینه امانکلا و سرود کرده سرایده است. برای شما میارزد که این شعر را خوانیم که در وقتی خوردی شب را بسا و پیوست کرده، میجه ته نکرده بهر علمی فرزندان عزیز در سر گوهاره ها الله های شیرین گفته اید. امروز از نام فرزندان، از نام ماهچهرایتی برای شما میرسانیم. میرسد فارم و گوشم الله ها ای مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روضه و رضوان جانم در نگاهی گرمی اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلان، گیرمو بر دیده مالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، کیستا گویم چی کردم من برای مادرم. مادر مهربانی من برای من دوگانه بهترین من هستند. هر یک مصلحت و هر یک سیر من با مادرم مصلحت میکنم. من در زندگی پستی و بلندی ها داشته است، زندگی چخوری و بلندی ها داشته است که در آنجا برای من همچو در تاریکی آفتابی زندگی من شدن، در خشکی ها دریای زندگی من شدن. چشمه مهر و محبت هستند. دوست می‌دارم. نیت کردم گفتن ماهچهرایتی که خدا خواهد نصیب باشد، اگر خداوند کوچ قوت یاد اگر مادرم حاجیانه میکنم. حسین جان آمده خودتون خدمت میکنید و یک تا حج آشی کلان رستوران کلانی سمرقند با حج آشی کنه میتیم برای مادرم که مادر من میارزن. برای این با این لحاظ ما برای شما از همه کتاب قیمت بهاترین که برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شدن، کتاب قرآن، آب زمزم، جای نماز، تسبیح، هر آن چیزی که هست برای شما آماده کردیم. واسه قرصک زنیم زاد مبارک باشد. مادر جان عزیز،
زلفیایتی امروزه بزمتان مبارک. بار دیگر امروزه مولود خجسته را صمیمانه مبارکباد میگوییم. البته در آخری سخن از نام علمی خواهر عزیز برای شما میرسانیم که زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر. برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد در تسکینم. برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. مادر عزیز هیچ وقت خسته نباشید، کسل نشوید و لبخنده شما را ترک نکند. مهمانان عزیز عذر میخواهیم اگر وقت قیمت بهای شما را گرفته باشیم. امروز برای ماموریت طرفخانه سمرقند مینداری خود را میرسانیم و هر یکی شما اشتهاهای خوش نوروزی آماده ایستاده مبارک باشد. سلامت باشد. مرحبا. Стабильные, зажигательные позиции. Я пожал командный босс, не дошел до того, что не ударил. Он ударил, как это у нас. А вот это не молодец, не дошел.
عزیزی ما این بودن آن لحظه های پر از احساسات، این های خرسندی که تاریخی است روی زرورقان تاریخ ثبت کردیم، آن را مهر کردیم و پیشکش شما کردیم. البته مانند هر روز و هر وقت برای شما خاطر رسان میکنیم که همیشه با ما هستید، نیز با ما باشید، با شبکه شهنام و دقت هر یک شما رحمت میگویم. در هر کدام روی دنیا که باشید خود را احتیاط کنید، صحتمند و سلامت باشید. نوروزی آمده ساده مبارکتان باد. روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن